تاریخ دربار ناصرالدین شاه هم جذابه هم درس‌آموز. یکی از مهمترین وقایع نگاری ها از دربار ناصرالدین شاه، دختر معروف اون تاج السلطنه، از خاطرات خود از بازی مورد علاقه پدرش به نام بازی چراغ خاموش کنی یاد میکنه. این بازی که در بین اهل حرم و با مدیریت ناصرالدین شاه برگزار میشد، در واقع اختراع خود ناصرالدین شاه بود که بی‌شباهت به میدان جنگ نبود و یکی از تفریحات عجیب شاه با زنانش بود. در این ویدیو به بازگویی ماجرای بازی عجیب دربار ناصرالدین شاه میپردازیم. پس با ما همراه باشید. ناصرالدین شاه به دلیل زنان فراوانی که در حرم سرای خود داشت، گهگاه به ساخت بازی‌هایی نیز میپرداخت. طوری که تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در خاطرات خودش اشاره میکنه که یکی از بازی‌هایی که من خیلی دوست داشتم و مایل بودم در تمام شب‌ها این بازی برپا بشه، بازی بود که پدرم اختراع کرده بود و اسم اون رو بازی چراغ خاموش کنی گذاشته بود. در اون زمان حدود 100 عدد چراغ گاز در حرم سرا بود. ولی چراغ الکتریکی تازه اختراع شده بود و تمام عمارت‌های سلطنتی رو چراغ الکتریکی کشیده بودند. محل این بازی در بزرگترین تالار عمارت، یعنی تالار ابیز بود. در شبی که این بازی شروع می شد، از عصر به خانم‌ها خبر می دادند که امشب بازی چراغ خاموش کنیه. زنهای محترم و خانم‌های بزرگ اغلب حاضر نمی شدن، چون که شرکت در این بازی رو برای خود کسر شأن می دونستن. اما سایر اهل حرم مشتاقانه در این بازی شرکت می کردند. این بازی که اهمیت خیلی زیادی در حرم سرا داشت و همه خیلی دوستش داشتن، در ظاهر بازی کودکانه‌ای بود، اما در باطن منظور شاه از این بازی این بود که اولا از اوضاع داخل حرم سرا کاملا خبردار بشه و دیگر این که میخواست بدونه کدام خانم ها با هم دشمنند. روش این بازی این چنین بود که تمام خانم ها در این بازی وسط تالار میشستن و مشغول صحبت میشدن. ناصرالدین شاه روی صندلی کنار دکمه سیاه می نشست و همینطور که خانم ها مشغول حرف زدن بودن، اون چراغ رو ناگهان خاموش می کرد. در تاریکی مطلق زنان آزاد بودن، هر کار دلشون میخواد با هم انجام بدن. همدیگر رو ببوسن، کتک بزنن، کور کنند، سر و دست بشکنند. به یک مرتبه هرج و مرج عجیبی برپا می شد و صداهای فریاد و فحش و ناسزا از هر طرف شنیده می شد. اگر واقعا زنی با اخلاق بود، فوراً به گوشه‌ای می رفت و خود را در زیر نیمکت یا صندلی پنهان می کرد. و اگر وحشی بود، کتک می زد و کتک می خورد. صدای هیاهو و شیون در اون تاریکی مطلق دقیقاً یکی از زوایای جهنم رو نمایان می کرد. که ناگهان ناصرالدین شاه غافلگیرانه چراغ‌ها رو روشن می‌کرد و هر کس به هر حالتی که بود دیده می‌شد. اغلب لباس‌ها پاره پاره، صورت‌ها خون‌آلود و موهای پریشون و بعضی‌ها از شدت کتک خوردن لباس‌هایشان عریان بود و لباسشون در حد یک کف دست باقی مونده بود. قسمت عجیب ماجرا این بود که به محض روشن شدن چراغ‌ها همگی مشغول خنده می شدند و کینه ای از هم به دل نمی گرفتند. پس از اینکه تقریباً 2-3 ساعت این بازی ادامه داشت، بالاخره مجرومین مورد لطف قرار می گرفتن و به کسانی که لباس هاشون پاره و بی مصرف شده بود برای تهیه لباس پول داده می شد. مجلس که تموم می شد، زنها پراکنده می شدند و تا صبح در خونه هاشون مشغول مداوای خودشون می شدند. جالبی داستان اینه که در شروع بازی جدید دوباره حاضر می شدند و با یک خوشحالی وصف نشدنی خودشون رو به مشت و لگد مهمون می کردن. تاج السلطنه در ادامه اتفاقی که برای خود اون اتفاق افتاده رو تعریف میکنه که زوایای پنهان این بازی رو در حرم نشون میده. اون می نویسه من در این شبها پشت سر پدرم می ایستادم تا از شر اشرار در امان بمانم.
تا اینکه یک شبی همینطور که مطمئن ایستاده بودم، یک مرتبه دستی قوی از پشت سر موهای مرا گرفت و مرا با یک ضربه شدید به زمین انداخت. شروع به کشیدن کرد و موهای من رو دور گردنم پیچید. با فشار زیاد صدای من رو که بی اختیار فریاد می زدم خاموش کرد. چیزی نمونده بود که خفه بشم و بمیرم که یک مرتبه چراغ روشن شد و مرا به حال نیمه جان دیدند. اون زن خیلی با سرعت فرار کرد. چون کشف شده بود مرتکب این کار کنیزی بود از کنیزهای پدرم و از اقوام خواهرم. پولی گرفته بود که به من آزار برسونه. اون هم خواسته بود یک مرتبه هم منو و هم اونا رو از رحمت خلاص کنه. اما چون خدا نخواست و باید در این تئاتر بزرگ زندگی پرده ها تماشا بکنم، زنده موندم. دقیقاً پس از این واقعه این بازی به دستور ناصرالدین شاه برای همیشه متوقف شد. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانالمون بشید و نظراتتون رو زیر همین پست برامون به اشتراک بذارید.